خب بگید ببینم نیمه گم شده شما باید چیکار کنه که دل شما رو ببره؟ والا کار خاصی به ذهنم نمیاد دیگه. پیدام کنه. باید برای به دست آوردن من بجنگن. آها، یعنی اونایی که تو رو دوست دارن با هم بجنگن؟ دقیقاً. نه یه جنگ معمولی. باید همدیگه رو خانواده نشسته. نه، همدیگه رو دعوا کنن با هم. آفرین، دیگه چی؟ باید شاخهای همدیگه رو بشکنن. ببینم کی بیشتر شاخش نمیشکنه. خوشگلا باید برقصن. این مسخره بازی چیه؟ ببین خواستم غیر مستقیم بهت بگم ولی خب چون آیکیوت پایینه نمیفهمی. من دلم میخواد شوهرم برام برقصه، یه رقص خیره کننده، پراشو باز کنه، به چرخه حرکات. بابا این رقصیدن و چرخیدن کارای زنونه است. چرا جنسیتیش میکنی؟ من دلم میخواد شوهرم برام برقصه. من عاشق کادو گرفتنم، باید حتما برام یه کادو بیاره. چه کادویی دوست داری برات بیاره؟ مثلا یه خوراکی چیزی. خب این راحته، به نظرم میتونه برات بیاره. آره راحته، ولی یه چیزی بهت بگم. دفعه قبلی که با یه مرد عنکبوتی رفته بودم دیت، برام یه باکس بزرگ آورده بود ولی هیچی توش نبود. وا چه کار زشتی. چی کارش کردی؟ البته من یه ذره دیر فهمیدم دیگه، کار از کار گذشته بود. ببین من خیلی به تک شوهری اعتقاد ندارم. یعنی چی؟ یکم توضیح میدی؟ چیو توضیح بدم؟ خودت بفهم دیگه. هوس بازی چیزی هستی؟ چیه؟ خب خودت میگی بگو. هیچ وقت تا با کفشه یه نفر راه نرفتی اونو قضاوت نکن. والا شرمنده، من سلامتم برام خیلی مهمه، نمیتونم با کفشای تو راه برم. چه ربطی داره؟ من از همه اون قبلی‌ها طلاق عاطفی گرفتم. ما فقط به خاطر بچه‌هامون با همیم. اصلا اونا رو دوست نداشتم. خانواده‌ام مجبور کرد با اونا ازدواج کنم. الکی بهونه نیار، برو بمیر بابا. آی قلبم. ببین راستشو بخوای این چیزا به خودمون مربوطه. یعنی چی؟ آشنایی، پروسه ازدواج، پروسه بچه دار شدن، پروسه مخزنی، اینا همش به خودمون مربوطه. خب حالا چی میشه؟ به ما هم بگید. دوست نداریم.